قراره بهت 4 تا راهکار یاد بدم که از شر هر چیز زیگیل و منگوله پوستی و گوشت اضافه توی تمام نقاط بدنت هست راحت بشی. تا آخر این ویدیو همراه من باش. سلام، اسم من هوراست. به کانال من خیلی خوش اومدین. قراره امروز بهتون 4 تا راهکار بگم تا از شر زیگیله های پوستیتون راحت بشین. حواست باشه که آخری از همه مهمتر و کاربردی تره و از همه زودتر جواب میده. پس تا آخر ویدیو همراه من بمون. من توی این ویدیو قرار نیست راجع به دلایل ایجاد این زیگیل ها صحبت کنم و صرفاً میخوام 4 تا راهکار خیلی سریع و فشرده بهت بگم تا اگر که به این مشکل دچار هستی یا کسی رو میشناسی که از این مشکل داره رنج میبره و دنبال درمان های تهاجمی مثل لیزر و فریز کردنه، این ویدیو رو براش بفرستی. مطمئن باش که این روش ها هر 4 تاشون جواب میده و تو رو از شر این زیگیل ها و گوشت های اضافه خلاص میکنه. همشون تست شده است و امتحان خودشو پس داده. بریم سراغ قدیمی ترین و باستانی ترین روش درمانیمون، استفاده از موی اسب. حالا میدونم که موی اسب الان گیر ما نمیاد، ولی ما میتونیم به جاش از نخهای باریک و تیز استفاده کنیم. چرا از موی اسب استفاده میکردن و به چه شکل؟ میومدن موی اسب رو دور تا دور اون ناحیه زیگیل محکم میبستن. چرا این کارو میکردن؟ به خاطر اینکه با انجام این کار اون شریانی که میاد به این زیگیل خون رسانه میکنه و این زیگیل رو تغذیه میکنه، میومدن مسیر عبور این مواد غذایی و خون رو به زیگیل میبستن با استفاده از این کار. پس برای این کار نیازه که ما از یک چیزی استفاده کنیم که هم خیلی باریک باشه و هم خیلی تیز باشه که بتونه این مسیر رو قطع بکنه. زمانی که این کانکشن بین عروق و زیگیل قطع میشه، زیگیل به مرور زمان طی 1 الی 2 هفته اول قرمز میشه و بعد یهو سیاه میشه و نکروز میشه و خودش خشک میشه به اصطلاح و میافته. این باستانی ترین روشه که همیشه هم جواب داده. فقط یه مشکلی که حالا داره، یا در واقع مشکل هم نمیشه گفت، روند درمان یکم طولانیه، میتونه 2 هفته یا بیشتر بسته به جنس پوست شما طول بکشه، ولی 100% جواب میده و در نهایت زیگیل شما از بین خواهد رفت. راهکار دوم، استفاده از یک نوع روغن هست به اسم روغن نوش یا روغن صرف باد بزنی که میان این روغن رو از گیاه صرف، از برگ‌های گیاه صرف میگیرن. این روغن خاصیت سوزانندگی خیلی زیادی داره، مثل یه اسید عمل میکنه و با مالیدن این روغن روی اون ناحیه‌ای که زیگیل در واقع رشد کرده، باعث میشه که بافت زیگیل رو آروم آروم بسوزونه و از بینش ببره. چون این روغن خیلی غلیظه و خیلی قویه، شما باید توی استفاده ازش خیلی احتیاط بکنید. من بهتون توصیه میکنم هر چند قطره که میخواید استفاده کنید، مثلا اگه شما یه زیگیل دارین 1 قطرهش کافیه، ولی به همون میزان اون رو با آب مخلوط کنید. مثلا اگه 1 قطره یا 2 قطره دارید از این روغن استفاده میکنید، به مساواتش 2 قطره آب هم بهش مخلوط کنید. با استفاده از گوشت پاکن فقط روی ناحیه‌ای که زیگیل رشد کرده بمالید و حواستون باشه که این ترکیب به قسمت‌های دیگه پوستتون برخورد نکنه که باعث آسیب بشه. خیلی مهمه. راهکار درمانی سوممون استفاده از سرکه سیبه. همونطور که توی مورد قبلی توضیح دادم، به دلیل اینکه سرکه سیب هم خیلی قویه و اسید قوی حساب میشه، مالیدن سرکه سیب روزانه 3 بار روی ناحیه‌ای که زیگیل رشد کرده باعث سوزاندن اون بافت میشه و به مرور باعث از بین رفتنش میشه. 1 هفته روزی 3 بار با استفاده از گوشت پاکن به نواحیی که زیگیل ایجاد شده بمالید. یه چیزی هم من این وسط بگم، اگر که روی صورتتون یا ناحیه تناسلیتون زیگیل ایجاد شده، من به شخصه بهتون درمانهای تهاجمی رو پیشنهاد میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه درمانهای تهاجمی مثل لیزر و فریز کردن همون موقع درمان آنی به شما میده با درد لحظه‌ای، ولی یه چیزهایی مثل بستن نخ یا استفاده از سرکه باعث میشه که شما در اون حین که داره حالا سرکه برخورد میکنه به پوستتون یا
نخ محکم دوره این پوست سفت شده به هر حال اون زیگیل هم حس داره. شما احساس درد و ناراحتی دارید تا یه حد کمی، ولی اگر که در ناحیه تناسلی و صورتتونه که اعصاب خیلی بیشتره و درد ممکنه بیشتر احساس بشه، میتونید از راهکارهای تهاجمی استفاده کنید و هیچ مشکلی براتون پیش نخواهد اومد. خب حالا که من این 3 نکته رو گفتم و اول ویدیو بهتون گفتم که بهترین و سریعترین راهکار درمانی رو قرار آخر ویدیو بهتون بگم، همینجا ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک بکنید و سابسکرایب کنید کانال من رو و برای افرادی که فکر میکنید که این ویدیو نیازشون هست بفرستید. من 5 ثانیه صبر میکنم تا شما این کارا رو انجام بدین. خیلی ممنونم. اما بریم سراغ راهکار آخر. راهکار آخر و این راهکار رو من بهتون بگم که کاملا جواب میده. نهایتا در عرض 3-4 روز شما از شر زیگیل تو هر ناحیه بدنتون راحت میشید. چیکار باید بکنید؟ سیر رو، 1 حبه سیر رو له کنید، جوری له کنید که بتونید ازش یه قطره آب سیر بکشید بیرون. حالا این آب سیر رو که شما گرفتید با یه قطره یود یا همون بتادین خودمون با هم دیگه مخلوط کنید. این ترکیب رو با استفاده از گوشت‌پاکن روی ناحیه‌ای که زیگیل دارید بمالید و روش چسب زخم بزنید. در روز 2 بار این کار رو انجام بدین. به روز 4م نکشیدید زیگیل شما از بین میره. اینو من بهتون تضمین میکنم.